أحب الوفاء بشتى الصور. یک شخص بزرگ در مجلس آمد و دست خود را محکم کرد و خطاب به مردم کرد و گفت: کی می‌داند در دست من چیست؟ بعضی از مردم گفتند: در دست تو طلا است یا اینکه نقره. و بعضی گفتند: اگر طلا یا نقره نباشد هم حتما یگان جوهر قیمت بها است. این شخص بزرگ دستش را باز کرد، در دستش سنگ بود. همه حیران شدند. این شخص بزرگ گفت: مثال زن این چنین است، مثل دست محکم. تا زمانی که محکم یعنی با پرده است، مثل طلا و جواهرات قیمت بها است. زمانی که کشاده شود یعنی بی پرده شود، مثل سنگ است، در او یگان آبرو، عزت و قیمت نیست. خواهرم، میخواهی که مثل جواهرات قیمت بها باشی یا این که سنگ بی بها؟ قضاوت با توست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ویدیو را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور.